مامان. وای مامان میلاد زنگ زده داره از سر کار میاد گفته غذا درست کن. باشه برو سریع ماکارونی درست کن سودم چجوری؟ اول برو زیر گاز روشن کن. خب مامان روشن کردم. حالا روغن بریز پیاز سرخ. خب سرخ کردم. خب حالا گوشتم بریز. خب حالا چیکار کنم؟ خب الان یه سیب زمینی رو بردار خلال کن. خب اینم از خلال. حالا چیکار کنم؟ حالا ماکارونی آبکش کن. مامان مطمئنی؟ آره دخترم میگه باید آبکش کنی. خب مامان همه کاری که گفتی رو کردم. حالا باید چیکار کنم؟ برو اون بر. الان باید بذاری نیم ساعت روی گاز بمونه. زیرش هم حتما کم کن. مامان شلش هم کم کردم. چیکار کنم؟ هیچی که دخترم نیم ساعت دیگه آماده است. دیدی کاری نداشت؟ مرسی. قربونت برم.